8 نوامبر سال 2022 بخشیده به عید کسبی کارمندان میلیسیا که مسئولیت دام نوامبر تجلیل می‌گردد، در وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان یارمارکه محصولات خوراکی برای کارمندان این وزارت دایر گردید. در این یارمارک محصولات خوراکی از قبیل گوشت، برنج، روغن، شکر، تخم، ارد، کارتوشک، پیاز، سبزیجات و دیگر محصولات غذایی پیشکش خریداران کرده شد. پلکاوریک محبوبه گل سخنگوی وزارت کارهای داخلی خبر داد که تمام این محصولات خوراکی از حساب خواجگی‌های یاری رسان پیشنهاد گردیده نسبت به بازار و مرکزهای سودا نرخ آن 40% ارزانتر و به فروش گذاشته شده بود و این را تحفه خوب در عرفه روز ملی نامید. لازم به یادآوری است که در عرفه دیگر عید و جشنان نیز از جانب رهبریت وزارت کارهای داخلی برای کارمندان میلیسیا چنین یارمارک‌ها با نرخ‌های نسبتاً به بازار ارزانتر پیوسته تشکیل کرده می شوند. پلکاوریک محبوبه گل این را شهادت از دستگیری و غمخوری نسبت به کارمندان میلیسیا می نامد.